امشب آقا هستی، مادر آقا هستی و خود آقا هستی بیان دنبالمون. میخوام برای اولین بار تنهایی برم مسافرت. خیلی داغونم. قراره تهران بریم، قراره کرج بریم. چند روز قراره تهران بمونم، براتون ولاگش میکنم. امروز بریم تا خوشگل منی. بچه ها ما دیرمون شده. حتی دیرمون نشده، کیمیا داره برن الکی استرس میده. خود تو زکی میاد الکی هم تو ماشین غریبه نشستیم. آیا بگم چی؟ اسنپین؟ چی؟ بچه ما اومدیم مترو. بعد متروی اینجا شبیه فرودگاه بوشه رو زدن. شبیه فرودگاه خاله. حاجی داریم میریم مهاجرت داریم میکنیم. خاصی نداره. من فکر کنم خیلی اوشاق نداره. خودش کسی سفته. اون پله‌ایش کمتره. خمیرتره. مزه شیک قهوه میده. کیمیا جونه کجا میخوایم بریم؟ ماندگار چیکار میخوایم کنیم؟ بریم پاساژشو اینجوری میچرخیم. خب بچه‌ها امروز قرار بریم ماندگار من صبح ولاگم. بریم بچه ولاگ ما شد. نه یک ولاگ پشمک شد یهو. زدی تو اینجا انجام میذاری؟ بس پشمکمون بچه‌ها من اونجا رو خیلی دوست داشتم. بچه‌ها من جای موسیقی طور که میرم من دیگه نمیام. من اینو میخوام. من خیلی اونجا رو دوست داشتم. حس کردم روحم ارتباط برقرار کرد با آهنگا و همیشه ناراحت میشم که خواننده یا موزیسین اونقدر قهاری نیستم. میخوام تلاش کنم که قهارتر شم چون که یک کانکشنی با اون موسیقی دارم. اینا قرار پست بشه. پازچرتو درست کن. بچه‌ها ما اومدیم داریم کرج دوباره. قرار چیکار کنیم؟ بریم مرشد کافه. بعدش قرار چیکار کنیم؟ بعدش بریم دوباره کفش بسه امریکا. ما اینا قرار بریم تهران پس. قرار بریم تهران. بچه‌ها برای بچه کار بستنی خریدم. خیلی حس خوبی دارم.
بگم؟ نه بگم؟ نه بگی داداش. بچه ما دوباره کار خیر کردیم. کار خیر. ان شاءالله برگردیم. بچه میدونستی هر کدوممون 3 میلیارد ارزشمونه؟ چقدر کم؟ اون مردا چون تخم هم دارن. ببخشید بیزه. نیمی چربی خالصه. بچه خیلی باید مندست بگیرم. بگیرم من نمیخوام بخورم. آب لیمون. خیلی زاییم خوشیمون نمیده. بچه ها لیمون سودا نگیرین. بچه ها من الان از اون تایم هست که دیگه میرم تو خودم. دیگه خستم از زندگی. خوشحالم با دوستم تن آمدم مسافرت. واقعا دوستشم بیام. مرسی از پدر مادرم که اجازه دادن. جدی ممنونم. همش نگرانه. بچه ها منو هستی هیچ ایده‌ای نداریم و کجا پیادشیم. الان هستی صدامون نمیشنم و هنسفری تو گوششه. من واقعا دلم میخواد برگردم خونمون، جایی که راحتم و زندگی میکنم. این چند روز به شدت برای من سخت بود. خوش گذشت، تجربه خوبی بود، ولی من تهران رو بیشتر دوست دارم. یادم رفت تو بلاگیم چون میخوایی مستی رو اذیت کنی. هستی نمیاد بیرون. کی میاد بجاست؟ رفت با این دوست داشت دعوا کنه. من بیا اینجا. بیا اینجا. بابا آب نریزی. شکست؟ بچه ما یه کافه اومدیم اینجا. یه ترسناکن و من ازشون میترسم. اما که یارو وقتی سفارش دادم اینجور که اوکی خواستم بگیم میشه همه سفارشمون رو هم بیاریم. یکی دیگه اومد یارو اینجا بود. دیگه باشه. بعد رفت اون یکی اومد گفت سیسیای گلم. بعد که سیسیای گلم رفت همون که سفارش که ازمون گرفت دوباره اون یارو که اینجوری بود برگشت. من رو اطلاع دادم. بچه ها یه گارسون دیگه اومد اینجا بود که بعد مال منو برداشت گذاشت رو میز گفت بفرمایید بای. I'm sure they're on something. ما آماده شدیم ولی الان نشون میدم بچه ها اینا الکل نداره. دارم نگاه میکنم معذبم. کل زندگیم به خاطر حرف دیگران معذب بودم. من پام درد گرفت بعد می نشستم. بچه ها شب بعد تولد دارم میمیرم. هلو گایز. بچه ها من بالاخره ارایو کردم تهران. این آوتفیت تودی منه. خیلی خوشحالم اومدم تهران. واقعا دوستشم خواهرامو ببینم. اولین دوستای من خواهر و برادرم هستن. This is my sister. اومدیم کافه ام خواست رفتیم کافه ام جا نبود. صدای منم گرفته. شمارمون رو دادیم هر وقت خالی شد برگردیم. من واقعا حس خوبی دارم تو تهران. یعنی واقعا حالم خوبه اینجا چون بزرگه. میدونی دلم نمیگیره. بچه اسنپ ما دوتا آلرژیمون زده بالا. الان میخوایم بریم جلاتو هواس.
کنم. بچه ها داریم میریم کافه دی پروژکت. نمیدونم که دقیقا کجاست، تعریفش زیاد شنیدم. بریم دی پروژکت. خب بچه ها ما نمیدونیم کجاییم. نمیدونم کجا باید بریم. همینجا دارم راه میرم. خیلی دوست دارم اینجا رو، فضاش خوبه. دارم کور میشم. خداحافظ. مقصد عوض شد، داریم میریم کای کافه چون که دی پروژکت نمیتونم پیدا کنم و کای کافه به نظر میاد که بهتر باشه to be honest. قهوه کایه؟ وای بچه من نمیدونم اینجا کای کافه است. Do I look good? You look perfect. گشنمه. یه مافین بیکن سفارش دادیم، یه اسکرامبل اگه بیکن سفارش دادیم، 2 تا اسکرامبل ماکیاتو سفارش دادیم. فقط من واقعا دارم خب بیام ترانس میکنم. اینجا خیلی زنده است. بوشهر جای خوبیه. بوشهر برای کسی که تهرانی یا مثلا شیراز یا اصفهانیه جای خوبیه. میدونی چی میگم؟ هر کی میاد بوشهر میگه اینجا آرامش خاصی داره، ولی من آرامش بوشهر متنفرم. خیلی تکرار. بابا ولی واقعا نیاز دارم. فقط هستی با کلاس بازش کرد. هبن چون من هر جا راه میرم فکر میکنم سام درخشانی رو میبینم. من هر جا تو تهران راه میرم یکی شبیه سام درخشانی میبینم. بخوایی میکنم واقعا. لحاظ قیمت فکر کردم الکس توی چیز برنامه وینیو دامون، چون همه آدم ها اینجا شبیه همن. برخواد قیمت 9.5 از 10. قیمتش خیلی خوب بود. مزه 8.5 از 10. مکان فضا 8 از 10. نه 8.5. آره من واقعا همه شو دوست داشتم. فکر نمی‌کردم صبحونش سیرم بکنم. از اینا هم خریدیم. الانم داریم در نمیدونم کجا رو میریم، ولی پشت سرمون برج میلاده که ایناش نمیدونم اینجا کجاست. فرشته؟ نه اینجا فرشته نیست. اینجا کجاست؟ نمیدونم کجاییم. میلیکالا داریم در خیابان‌های تهران. نزدیک بازی در نیارم. تهران. من شیر میخوام. 7.5 یکی میدم. خوردنش سخته. خیلی. شکلات دنت ریختن. انگار دنته. مطمئنم دنته. 500 تومن بود توشه. 500 تومن بود؟ آره. یکی از بهترین آرتیستا رو اینجا دیدیم. لطفا فرار نکن. من آرایشمو دوست ندارم. دیگه خستم شد. او مای گاد. ولاگ. بچه‌ها ما الان مرکز خرید دیدیم کجا بودیم، گلستان. الان داریم میریم سمت پارک لاله. میریم پارک لاله یکم دور بزنیم چون که 2-3 ساعت دیگه میخوایم جمع کنیم بریم بوشهر. نمیخوام تمومه. این پیشیه عصبیه، این پیشیه شوکه شده. این پیشیه دوتاشون خستن.